اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوغد تقدیم می‌کند. ذکاوت، رقابت، مهارت، تفکر. باز چند چیز دیگر رو فراموش کردیم اینجا نویسیم. استعداد، هنر و این همه در برنامه شو آزمون تلویزیونی درخشان. مراسم جایزه سپاری شو آزمون تلویزیونی درخشان در همین بنا، یعنی بنای قصر ارباب برگزار می‌گردد. حالا باشد ما اشتراکچیان رو انتظار هستیم، اونها را استقبال می‌گیریم. این لحظه هایی را که دیدید تنها دور فینالی برنامه بود، یعنی مراسم جایزه سپاری شو آزمون تلویزیونی درخشان. اما تا این مرحله رسیدن چقدر کار و زحمت پس پرده است. در ابتدا فقط یک برنامه بود که هر هفته برگزار می‌گردید و در آن نفرانی که استعداد ناتکرار داشتند اشتراک می‌کردند. نام برنامه هم استعداد بود، اما با گذشت وقت مراجعت خواهشمندان و شماره اشتراکچیان این برنامه افزود. شکل برنامه هم دیگر شد. برای نفرانی زیادی را در یک برنامه معرفی کردن فرصت نمی‌رسید. از این خاطر برنامه فرمت خود را باز هم وسیع‌تر نمود. نام برنامه را هم درخشان گذاشتند. چرا نامش رو درخشان کردید؟ خب در بابت انتخاب نام باشد همراه معلم نشستیم. قریب اگر خطا نکنم 60 دقیقه یک ساعت با هم فکر کردیم چی نام گذاری کنیم، چی موافق میاد. خب اختر گفتیم، درخشیدن گفتیم، شولور گفتیم، بسیار نام ها رو گرد زبان آوردیم. لیکن در آخری در انتهای مثلا پیشنهاد عقیده خود معلم گفتن که درخشان است. کی پیشنهاد کرد که نام برنامه باید عوض شود؟ معلم گفتن اهل دین برنامه که برنامه قبل از 8 ماه میرفت.
8 ماه در افیر بود این برنامه. معلم گفتن که باید نامش رو عوض کنیم حسب اون که شکل دیگر میگیرد، باید یک فراگیری تمام استعدادها باشد، نامش هم کمی قابل قبولی همین برنامه باشد، یعنی تماتیک همین برنامه رو جوابگو باشد. خب گفتن درخشان میشود. روزی شدیم همه با یک آواز درخشان گفتیم. بعد ما برنامه درخشان رو آغاز کردیم. در حقیقت برنامه شو آزمون تلویزیونی درخشان توانست که صاحب استعدادها را جمع کند، روی کار آورد، روی صحنه آورد. و من گفتنی هستم که احسان جان هر یک طفل، هر یک کودک، نورس، جوان در طینتش یک ذره بر این استعداد هست، جوهر دارد. رسالت پدر و مادر، آموزگار و ما بر این روزنامه‌نگاران آن است که آن را ما کشف کرده توانیم پیدا کنیم و روی کار آوریم. آزمون درخشان یک کوشش نوبتی در راه احیا کردن، جستجو کردن و روی صحنه آوردن استعدادهای جوان و اصلا دوام این سالهای فعالیتم در تلویزیون میدونم که چندین لایحه‌های بودند که در همین جاده روی کار آمدن و تا جای به هدف خود هم رسیدن. وقتی که ما با کارگردان‌ها اهل ایجاد تلویزیون محفل مهرافروز میگذرانیدیم، تمام تالارهای مرکز جوانان پر از تماشابین میشد و ما رو باور میکنند که واقعا هم امروز و همه روز نسل جوان این نسل سازنده هست و نسلی هست که دیدی نو دارد و نسلی هست که جستجوهای نو دارد و من همچون یک نفر کارمند ایجادی امروز هم و همه روز با قدرت و نیروی توانای نسل جوان باوری دارم و از شما احسان جان، از اهل دین، از خوشروز، پروینه و چندین جوانای دیگری که نسل نوی تلویزیونی ولایت هستند همیشه باور دارم. من از اولین روزها از زحمت‌های اهل ایجادی شما، از تهیه‌گران لایحه تلویزیونی درخشان خبر دارم. وقتی که برنامه‌های اولین برنامه درخشان طریق تلویزیون ولایت سوخت نمایش داده شد، تصمیم گرفتیم که یک لایحه جدید باشد تا که نه اینکه فقط در خود مرکز ولایت در شهر خوجند استعدادها را جمع کند، بلکه از تمام منطقه‌های کشور. و ما در مصلحت با رئیس تلویزیون ولایت سوخت با همه شهرنامه‌های ولایت، با همه کمیته اجرایی حزبی شهر سپارش دادیم تا که جوانان را، نورسان را دریافت کنند و همینطور گروه کاری برنامه درخشان به همه شهرنامه‌های ولایت سفر کردند و از آنجا استعدادها را سرجم نمودند. شما در ابتدا باور داشتید که از عهده‌اش میبرید؟ میدونسته؟ نه، من چونی میشمرم هر کاری آغاز میکنم با باوری آغاز میکنم. لیکن یک چیزی دیگر است. مثلا هر یک نفری که به خود باوری دارد و دلیل شجاعت دارد، در تگ دلش کمی هراس هست، ذره هراس میشود. تا هراس نباشد انسان موفق نمیشود. خب هراس از چی بود؟ هراس مردم مراجعت میکرده باشند. هراس از چی بود؟ آیا ما بهترین چهره ها رو از لحاظ علمی و فرهنگی قطع نظر از کدام مثلا هنر نباشد انتخاب کرده میتوانیم؟ انا همین چیز بود. اون چیزی که میخواستید تونستید گرفتن به دست آوردن؟ من 100% نمیگم، 70%. برای چی؟ برای اون که من خیلی نقشه های در بابت تهیه کردن آزمون و برگزاری آزمون خیلی نقشه های زیاد داشتم. از خود کمی خفه هستم که 100% مثلا من اون چیزی که خواستم کردن نتوانستم. یکی 70% ما با گروه ایجادی تلویزیونی ولایت سوخت، من مخصوصا باید قید کنم گروه تکنیکی استودیو رو که به نهایت در همه علمی سفرهایی که داشتیم و خودی آزمون که برگزار گشت سهمشون خیلی کلان بود. برای اون که محض شهامت آزمون اون چیزی که تو آماده میکنی، گروه ایجادی آماده میکند، محض کارمندان تکنیکی نمایش داده میتوانند و البته تنظیمگران. دیگر این برنامه همچون شو آزمون در همه شهر و نواحی ولایت برگزار می‌گردید که در دور اول زیاده از 1000 نفر اشتراک نموده 150 نفر به دور دوم راه خط گرفتند.
همین گونه دور دومی برنامه هم در تئاتر دولتی موسیقی جوانان و نورسانی به نام عادلجان نظرف شهر خوجند برگزار گردید و به دور نهایی همگی 50 نفر را خط گرفتند. دور نهایی آزمون باشد غیر از انتخاب حکمان طریق SMS پیام صورت می‌گرفت. رفت آزمون چگونه بود؟ نفری که در دور اول میگذرد باید به دوره دوم اشتراک کند. در دوره دوم گذشت به دوره سوم میگذرد. یعنی دوره سوم این نهایی است. نهایی چگونه صورت میگیره؟ دوره نهایی طریق SMS پیامکی اول از جانب مردم انتخاب کرده میشد بهترین. ما طریق تلویزیونی ولایت سوخت نمایش دادیم تحت رقمی مثلا 21 فرض کردیم نیلوفر اوخونова فرض کردیم. شما باید آوازتون رو پیشنهاد کنید مثلا آواز دهید. برزمی اون نفرانی که آواز زیاد گرفتن مورد تحلیل کارشناسان یعنی از جانب حکمانی که در نزد تلویزیون و رادیو ولایت سوخت تأسیس داده شده بود قرار گرفتند. یعنی دو مرحله رو در مرحله نهایی دو مرحله رو گذاشتن. SMS پیامک و نظری از جانب حکمانی نقطه سنجی بود. در قدم‌های اول ما زودتر ماندیم، اجازه دادیم که اونها توانند همین چی گویم استعداد، هنر، خواهش دلشان ابراز کنند. بعد رفته رفته همین علاقه به یک چی میگه نظام درآمد آزمون علاقه ما دونستیم که کدام مثلا سمت‌های باید معین کرده شود که از روی همین نامیناسیون یعنی نامگو باید من بعد از نظرگذرانی ادامه یابد. زنده باشید معلم عزیز، چون اکثر وقت با اهل دین مؤلف برنامه همراه بودید و در اکثر شهر و ناحیه ها همراه میرفتید و حضور میکردید. خب اشتراک و انتخاب هنرمندان چگونه صورت میگیره؟ همون رفتید. بله احسان جان، در حقیقت برای ما خیلی مشکل بود. مشکل از اون که من در 3 ناحیه کلانترین ولایت همچون حکمان اشتراک کردم و یکمین سفری ما به ناحیه شهر اسفره بود. اونجا ما کمی دیر موندیم. راه مرا اندیشه ها پیچ می شد، زیرا که اهل دین همون فلشکه‌ای که ثبت برنامه می شد نمی یافتند. دیگر فلشکه ها پر بود. ما بحث می کردیم و خلاص ما همراه همسفر شدیم رفتیم به شهر اسفره. اونجا اینقدر مردم زیاد جمع آمده بودند. با تالار وارد شدیم به قصر فرهنگ شهر اسفره. کودکان و جوانان و نورسان آموزگاران با یک چهره خندان با یک تشنگی ما رو پیشواز گرفتن و راستی همین خستگی راه را هم فراموش میکنیم. انتخاب کردیم. ما براستی مشکلی هم کشیدیم برای انتخاب، زیرا که بهترین ها جمع شده بودند. در پهلوی من هنرمند خلقی تاجیکستان اسرائیل فیض‌الدینوف بودند. من بیشتر با اون کس تکیه میکردم. راویان اینقدر خوشخوان بلبل نوا در آنجا برآمد میکردند. یک دخترک فرزانه نام داشت، دختر که خیلی زیبا، یک چهرهش هم ماندنی به خاطره ها که برآمد کرد. ما به وجد آمدیم بینیم که ورق سیاه کرداسیم اینقدر چقدر نام و نسب ها شدن اونجا. یعنی همه بهترین بودن؟ همه بهترین بودن. ما نمیدونستیم که چقدر بهترین ها رو با از درون بهترین ها ما جمع کرده باشیم. هر برنامه پسی کادر خود، پسی پرده خود مشکلی دارد. به مشکلی هر یک چیز مثلا خوب نمی شود. چه مشکلی؟ مثلا میگم چرخوی ماشین از کار میبرم، نقلیات ویران میشد. من روزی هیچ از خاطرم نمیبرد وقتی که به ناحیه دیوشتیچ از ناحیه ظفرآباد اومدیم، به ناحیه دیوشتیچ اومدیم. تا ساعت 7 بیگو ما تمام داوطلبانی که باید اشتراک میکردن با آزمون درخشان همه رو از نظر گذراندیم و وقتی که به اتمام رسید حتی خوراک شام نخوردیم. گفتیم باید به سفر بریم. الکه شام شد ما میرویم و وقتی که همراه باید این رو قید کنم همراه نبیجان خلیلزاده نماینده کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت که هم راننده بود هم کارهای تشکیلاتچی رو به عهده گرفته بود. نبیجان دوستی من
چگونه از این حالت ها میبرم؟ برآمدیم از ناحیه دیوشتیش برآمدیم. من گفتم کمی به فکرم رو خطا کردیم. نه گفت رو همین است. رفتیم به یک محله در اومدیم، یک نگاه کردم به بختزور برآمدیم. من گفتم نبی جون ما رو دیگر خطا کردیم، رو گم کردیم. میگه نه. خلاص که ساعت تخمینا 12 شب به خانه رسید اومدیم. قریب 3 ساعت ما به یک قشلاق دیگر در اومده، به یک جماعت دیگر، دهاتی دیگر در اومده راه گم زدیم. خب بودن این لحظه وقتی که به شهرستان رفتیم، من این رو باید بگم که به کم کوزه که مثلا گروه ایجادی داشت نگاه نکردم و چهره رو انتخاب میکردیم. بیمار بودم، فشار بدنم 38 39 درجه رو مثلا تشکیل میداد. من به این نگاه نکردم، مثلا رفتیم گروه تشکیلی رو تشکیل کردیم. همه مثلا آزمون رو در سطح بلند گذاروندیم. بعد من به بیمارخانه رفتم، سوزنی گرفتم و ترسیدم وقتی که بیمارون دیدن. نه مهم میدونید استاد جون چی بود؟ گرد آوردن چهره های هنر. در همه کار مشکلی هست. اون کاری که مشکلی ندارد فکر میکنم که وای کار نیست. لیکن به هر حال همه اون مشکلی هایی که بودن پسی سر کردیم و این پیش از همه از سرجمی همین مؤلفان لایحه بود و همکاران لایحه بود و نوبت از اون که راه دور بود، راه نزدیک بود. نوبت از اون که چی بسیار استعداد بسیار، لیکن آنها رو طلب کرده گرفتن، این خود یک کاری دیگر است. لیکن نوبت از اون گروهی کاری توانستند که همین برنامه درخشان رو ثبت کنند و به سهم تماشابینان رسانند. شاید اندک تجربه کافی نداشتن همان گروهی که تهیه شده بودند مثلا برای انجام دادن همین کار، زیرا اکثریت جوان ها بودید و ما رفتیم کنی بودم. وقتی که آغاز شد از نظر گذرانی در شهر و ناحیه کنی بودم، خیلی مردم زیاد جمع آمده بودن و سین و سال هم خیلی گوناگون اونجا بودن، هم جوانان نورسان خیلی کوچک و هم حتی جوانانی که علاقه سینشون از 25-28 گذشته بود. و خود ما اندیشه میکردیم که از بین اینها چگونه میتوانیم بهترین ها رو معین کنیم، در حالتی که همه در جده خودشون یک نوگانی، یک استعداد میتوانند ظاهر کرده باشند. کدام دور در نظر شما مشکل بود؟ دور اول. دور اول. چرا؟ برای آنکه شماره اشتراکچیان خیلی زیاد بودند و معین کردن بهترین ها از بین مردم زیاد یا همون داوطلبان زیاد انتخاب دشوارتر بود. وقتی که علاقه دور دوم گذشت و سوم گذشت و به دور فینالی رسیدیم، علاقه اونجا معین کردن اندک آسان‌تر بود و شماره هم کمتر بود. علاقه ما آموختیم که اون جوانانی که امروز باید صاحب جایزه شوند یا در دور فینالی در دور جنبستی اشتراک کنند، خیلی پخته شده بودند. آنها از بین خود دوام این چند فرصتی که مثلا لایحه ادامه کرد، از پشت استعداد خود کار کردن و چیزهای نو آموختن، جستجو کردن، از همدیگر آموختن و برای خودشون هم یک مکتب بود. من گمان میکنم همین ایده تاسیس، ایده برگزار نمودن همین برنامه چگونه پیدا شد در سر شما؟ خب چون در بالا قید کردم شماره زیاد خیلی مردم اول شما همین شو برنامه ها رو تماشا میکردید؟ بله قبل از این اگر در یاد داشته باشید آواز طلایی لایحه تلویزیونی بود که در تلویزیون کودکان نورسان بهارستان پخش کرده میشد. مخصوص برای سراینده ها بود. مخصوص برای سراینده ها بود و همزمان آزمون پروین که تا حال ادامه دارد، فراگیری تمام سمت ها است، البته اون هم بهترین است. من گفتم که پیشنهاد کردم برای رئیس تلویزیون که معلومه بیایید لایحه کنیم که فراگیری تمامی جنبه باشد، بگذار دهقان بهترین باشد، کشاورزی بهترین باشد، اختراعکار بهترین باشد، شاعر بهترین باشد، در کدام علم هنری که بهترین نباشد در آزمون بیاد اشتراک کند و البته ما نامیناسیون معین میکنیم در بابت لیاقت او و غالب برآید. خب همین برنامه درخشان چه تفاوت داشت از اون برنامه‌های دیگر تلویزیون ها و عموما ما هم پیش از این هم بود مثلا چندین شو آزمون هایی که پیش مثلا بله تلویزیون چه تفاوت داشت؟ قبل از همه در گفتم ممکن است که برنامه تلویزیونی مثلا آزمون تلویزیونی دوناک که تلویزیونی ولایت سوختار ریزی کرده بود، در اونجا سراینده های بهترین و نوازنده ها البته رقاصان اشتراک میکردند. من در اون آزمون البته شرکت ورزیدگی هستم، به حیث برنده از رفت آزمون برخوردار هستم. این آزمون هم برای دریافت استعدادهای اینا سهم خود را گذاشت، توانست.
و من فکر کردم تمام آزمون‌هایی که امروز در حدود تاجیکستان است فکر کردیم گفتم که باید ما آزمون تشکیل کنیم که تفاوتش در همین باشد که فراگیری تمامی جنبه باشد، تمام لیاقت باشد و در این آزمون هدفرس هم شدیم، اختراعکار بهترین یافتیم، راوی بهترین یافتیم. یعنی تفاوت در همین بود که ما چند ژانرهایی که در دیگر آزمون‌های تلویزیونی دیگر مثلا شبکه‌ها بود ما جوری کردیم. در همین تفاوت بود. خلاص همه دور مشکلی‌های خودش را داشت. در همه حالت مشکلی پا به پای ما بود. مشکلی راه، مشکلی تکنیک، مشکلی کار، حتی مشکلی انتخاب اشتراکچیان نیست. حیران نشوید، راست میگویم. دشوارترین کار برای اهل گروه، خاصه برای داوران لایحه همین بود که چگونه از بین چندین نفری که را انتخاب میکنند و نفری که به دور دوم راهنمایی یابد میگویند تو نگذشتی. وقتی انتخاب معلم نمیرنجیدن مثلا یک نفر که نقص برآمد میکرد و میدیدید که خودتان گفتید که یکی از یک دیگر بهتر بودن و موافق آیین‌نامه برنامه شما بود یک نفر رو انتخاب میکردید، خب نمیرنجیدند از ایرادهایی که شما میگرفتید؟ خفه نمیشدن یا اینکه رو افتاده نمیشدن؟ بله، ایرادهای اونقدر جدی هم نباشد، ایرادهای همیشه صمیمی، همیشه روان میگفتیم. یعنی که من نمیخواستم که دل یگان نفر را رنجانم. میگفتم که اگر از درون بهترین ها یک نفر کمتر استعدادشان پستر باشد، ما میگفتیم که شما از بالای خود کار کنید، حتما یک برنده، یک راوی بهترین میشوید، یک حافظ بهترین میشوید. برای اینکه خود نیز در چندین آزمون ها شرکت ورزیدگی هستم. وقتی به صحنه برای هنرنمایی میکنیم، گرچند دیگری از تو خوب برآمد کرده باشد هم میخوای غالب برایی خود رو بهترین میشماری، کسی نباشد که خود رو بد شمارد و هر نفر بهترین است. و در این بابت انا همین اشتراکای خودم در آزمون رو به نظر آورده گفتم که بیاید بچه ها رو افتاده نمیکنیم، میگیم که تنها همتون بهترین هستید، ما به شما زنگ بزنیم، همش خوب است. میرنجیدن و اصلا شاید من اندک یکی از اعضایان حکمانی سختگیرم باشم، چون که در زندگی ذوق من یا طلب من اساساً به اندیشه است، شاید به ذکاوت است و آنجا بودن آنهایی که تقلید هم میکردن، مثلا اندک جوهری اصلشان کمتر بود در همون هنر و استعدادشان. و وقتی که میبینید واقعا هم چیزی اصل هست و بعد چیزی هوسکی هست، همین چیزای میبیند آدم مثلا زشت از زیبا با چشم سر اگر تشخیص کنید، لیکن قضاوت اصلی با وجدان و با دل و با اندیشه هر نفر است. از همین جهت ما کوشش میکردیم که سرها رو اندک جدا کنیم. بله و آنها میشدن شاید میشدن، لیکن در هر حالت ما در انجام همین از نظر گذارانی ها برآمد کرده سخن گفته هر یکی وایهای میگفتیم که هر یکی شما که اینجا اومدید الکی استعداد هستید، الکی بهترین هستید، چون که شما به استعدادتون به هنرتون باور میکنید، لیکن از بین بهترین ها بهترین جدا کردن و به مردم پیشنهاد کردن که انا این نسل پیش قدمتر است یا همون ستاره‌اش درخشان‌تر است یا استعدادش پرنورتر است گفتن، این وظیفه لایحه است. در مجموع اهل دین چی گرفته برای خودت؟ میدونید احسان جان، من قبل از اونه که برنامه استعداد چون گفتم در آغاز بود، بعد برنامه درخشان شد، با تمام لیاقتداران هم صحبت میشوم و از 100% 1% استعداد آنها رو من به خود میگیرم، یک چیز میآموزم. میدونید من چی رو یاد گرفتم؟ رسم کشی رو یاد گرفتم، کمی نواختن رو یاد گرفتم، سرود سرودن رو یاد گرفتم، خوشه اثر گوشه. بله، شعر نوشتن رو یاد گرفتم. مثلا این یاد گرفتن شعر نوشتن از آوان کودکی هم بود، لیکن من این رو سایقل نمیدادم و بعد از اون که برنامه درخشان رو آماده کردیم گفتم چرا سایقل ندید. برای خودتون؟ برای خودم این زندگی همیشه جای آموختن است. بله. از هر همون استعدادی که روی صحنه می آید یک ذوق، یک شادی و امید به آینده اینه که همین جامعه که ما این جامعه برای نسل‌های آینده چگونه پیشنهاد میکنیم و یا چگونه این جامعه من بعد میراث بری میکنن. و من باوری دارم که این کاری اول و آخری حیات ایجادی شما نیست، مثلا جوانان ایجادکار تلویزیونی ولایت نیست. این لایحه
در سطح باز هم شایسته تر باید ادامه خودش را یافته باشد. من باوری دارم که شما اهل دین و چند نفری که این تشبوسی نیک روی کار گرفتن، روی دست گرفتن، مونده نمیشوید، خسته نمیشوید، روی 70 هم نمیشوید و این برای شما هم درس است. من می آموزم، از آنها می آموزم، برابری قدم به قدم آدم تکمیل می یابد و اندیشه‌اش سالمتر و طلباتش علاقه جدی تر می شود. من باوری دارم که سالهای میمده این لایحه در سطح باز هم سطحی که جامعه می تواند باز هم بیشتر چیزها را از نسل جوان امیدوار باشد پیش میبرد. باور کنید من از همین آزمون برای خودم جهان غذای معنوی برداشتم و دلپور هم شدم که آن دفتری که شاعران کلاسیک ما، بزرگسالاران همین کلاسیک ما اون کشادن و هیچگاه پوشیده نمی شود، زیرا که کامی مردم تاجیک با شعر برداشتند. افتادیم، خستیم، دویدیم و همزمان چیزی هم آموختیم. همین افتادن و خستن بود که به خودمون تجربه گرفتیم. شاید برای ما هم در این راه قدم های اولین بودن، ولی کوشیدیم برای پیدا نمودن دردانه ها تا اندازه سهم خود را گذاریم. تا دست بود دستگیری همدیگر بودیم و همراه یکدیگر. تا کدام اندازه امروز قناعتمند هستید استاد که با ما همکاری کردید و اون چیزی که انتظار بودید میخواستید به دست آورد؟ راستی گپ این اولین و آخرین همکاری کمیته اجرایی ولایتی حزب با تلویزیون ولایت نبود، زیرا ما از آغاز با تلویزیون ولایتی سوخت همکاری داریم. این اولین لایحه نبود، زیرا سالهای پیش ما در عملی نمودن لایحه پیشتر یک برنامه دانک بود، ما همکاری داشتیم در آن چاره‌بینی های سالینوی که طریق تلویزیون ولایتی سوخت نمایش داده میشد. ما همکار بودیم و من فکر میکنم که در آینده جهتی در عمل تطبیق نمودن برنامه های حکومتی و برنامه پیش از همه حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان که برای سالهای 2015-2020 قبول شده است، در همکاری با تلویزیون ولایتی سوخت کار رو پیش بریم، زیرا در برنامه ما آمده است که شعار اساسیش همین است که پیش از همه ما باید فعالیت میبریم برای صلح و ثبات، وحدت، رشد با ثبات اقتصاد و زندگی شایسته مردم. و من فکر میکنم که آهسته آهسته قدم به قدم ما به همین مقصد خود نائل شده هستیم. نه تو اندازه نه. برای چی؟ برای اینکه این قدمی نخستین آزمون درخشان بود، در قطار موفقیت ها کمبودی خیلی زیاد بودن که ما باید صلح جوری این کمبودی ها رو برطرف کنیم. یعنی انسانی خردمند از خطاگی خود می آموزد. خطاگی خود رو دیدیم، کوشش میکنیم که صلح جوری با یک طرز نوین و طبقه از جوانان رو ما جلب کنیم که شاید این در نظر است. البته این یک سورپریز است که خطا نمیکنیم. برزم میگم که جوانان مثلا سعادتمند کشور البته شرکت می‌ورزن، ما کوشش میکنیم که در از کودکان و نورسان امکاناتشون محدود رو نیست به این جلب کنیم. در یک روز عموما چند ساعت خودتون رو صرف میکردید مثلا به جای میرفتید؟ بعضا میشد که ما از صبح تا شام آواره میشدیم. یگون نفر خستگیش احساس نمیکرد. چی شما رو وادار میکرد معلم از صبح تا شام اشتراک میکردید، وقت خودتون رو صرف میکردید؟ چی شما رو وادار میکرد؟ برای استعداد، برای هنر، برای ذوق سخنگویی، برای آن که برای برنامه تلویزیونی شو آزمون درخشان که این آبروی تلویزیون ولایتی سوخت است، آبروی ولایت است، آبروی تاجیکستان است. چی شما را وادار میکرد؟ دستگیری نمودنی همین حیاتی که این کاری نیک پیش گرفتن. وقتی که میدیدم که سری کار مشکل است و آدم نمیدوند که کار از کجا سر کند تا به کجا انجام رساند و همین مقصدی که همین گروه دستگیری کنم تا توانم مصلحت دهم و تا آنی که مثلا راهشان معین می شود
ҳамроҳи ҳамин гурӯҳ будан мақсади асосӣ буд. از چی خورسنده؟ аз он хурсандам ки лоиҳа ба нуқтаи кулминатсионии худ расид, яъне мо беҳтаринҳоро шояд рӯи саҳна овардем, беҳтаринҳои дигарро боз ҳам дилгарм кардем ва чандин нафари дигарро умед бар он бахшидем ки агар кас соҳиби дониш бошад, соҳиби завқ бошад, соҳиби ҳунар бошад, ҳатман метавонад рӯзе ана ҳамин истеъдода рӯзанонад. ва аз он муваффақиятҳое ки имрӯз ҷавонон доранд, онҳое ки дар рӯи саҳна бо ифтихор суруди умумӣ хонданду аз ватандории худашон ифтихор карданд, сарам ба осмон расид. хурсандам аз он ки мо як гурӯҳе будем ки ҳамдигарро мефаҳмидем. хурсанд аз онам ки ман дар ҳамон ҷо ҳамчун як ҳакам ширкат варзидам. гарчанде ки як рӯзҳое буданд ки барнома як тараф мемонд, танзим як тараф мемонд, мо мерафтем ба хотири он ки ҳамин ҷавоное интихоб кунем. از چی خورسنده دوستا؟ аз ҳамкорӣ бо телевизиони вилояти суғд ва аз он истеъдодҳое ки мо дарёфт кардем ва ман боварии комил дорам ки дар оянда онҳо ҳоло аз худ бо нишон хоҳанд дод. аз он хурсандам ки чун лоиқ мегӯяд алои соҳибони вақт вақти хеш дарёбе, шумо ҳоло ҷавону кордони зиндаед. охир шукри ин дам, шукри ин нафас, шукри ин сонияҳое ки дар ватани ободу озод зиндагӣ мекунем ва ҳарду нишаста суҳбат дорем. хоб агар гӯям ки то чӣ андоза тоҷикистонамонро дӯст медорем, ман мегӯям тоҷикистонро то ҳамон заррае, то ҳамон қадрае дӯст медорам ки ҳатто як барги зарди дарахташро ба ягон дарахти мевадори ягон давлат иваз намекунам. واقعا تاجیکستان عزیز را گفته تا کدام اندازه دوست می‌دارید، تا واقعا اون چیزا بیان کردن نمیشد. مثلا میتوانیم بگوییم که به اندازه یک دل، چون به اندازه یک دنیا هست، شاید از دنیا زیاده است و بیکران است. به اندازه یک دل دوست می‌داریم. اهل دین در انتها چی می‌خواهید بگویید؟ چی تمنا دارید برای تماشابینان، برای بیننده ها، برای اشتراکچیان؟ خب من فکر میکنم که فیلمی که شما امروز آماده کرده ایستادید به اسم خودتون احسان ریزو میشود از فیلم امروزه و بله و ما در نوبت خود باشد برای تمام تماشابینان و اشتراکچیان شو آزمون تلویزیونی درخشان، من مخلصان برنامه درخشان گفتنی هستم که شمارهشون زیاده از 1 میلیون رو در ولایت تشکیل میده، تماشابینان ولایت سوخت، گفتنی هستم که барномаҳои телевизиони вилояти суғдро ҳамашро пайгир бошанд, зеро лоиҳаҳои нав таҳризӣ шуда истодааст, бо як тарзи навин, бо як тарзи ҷадиди телевизионӣ пешниҳод мегардад. хоб ман бисёр имрӯз хурсанд ҳастам ки шабакаҳои телевизионии ҳудуди ҷумҳурӣ хеле ҷавонпарвар шуданд, яъне мутахассисони ҷавонро хеле зиёд ба кор даъват мекунанд. хоб имрӯз ана ҳамин сарҷамъии ҷавонон буд, сарҷамъии нафароне ки таҷриба доштанд кӯҳансолон дар телевизион буд ки як лоиҳаи ба фикрам хоксорона манзури мухлисон гардид. ман бори дигар ба тамоми даст андаркорони ҳамин лоиҳаи телевизионие ки нияташ нек буд, ҳадафҳояш воқеан ҳам созанда буд ва ба манфиати ҷомеа буд, табрик мекунам барои ин лоиҳа ва ба тамоми кормандони эҷодие ки воқеан ҳам азмашон ба мардум некӣ расонидан, пайғоми нек расонидан аст. таманнои зиндагӣ бо саодат мекунам, муваффақият ёрашон бошад ва телевизиони вилоят ҳамеша чун як мактаби таҷрибаи воқеан ҳам ҳунари эҷодкорӣ солҳои зиёд дар хизмати халқ бошад. барои иштирокчиён таманно онро дорам ки ин аввалин ва охирин озмуни онҳо нест. ҳаёт худаш озмун аст, бояд дар ҳама озмун бояд ғолиб оянд. барои онҳое ки дар ҳамин озмун иштирок карданд ва ба давраҳои минбаъда роҳ наёфтанд, ҳамин чизро гуфтанӣ ҳастам ки ин фақат як озмуни имсола нест. мо албатта дар ҳамкорӣ бо телевизиони вилояти суғд ин озмун, ин лоиҳаро мо идома хоҳем дод, албатта бо тарзу усулҳои дигар, чунки аллакай мо оидаи масъала бо
баранда ва муаллифи ана ҳамин лоиҳа аҳлиддин муаллакаи суҳбатҳоро идома дорем. ман фикр мекунам ки یعنی سال آینده هم соли оянда аз ин беҳтар мекунем. ман ба ин боварӣ комил дорам. дигар ба тамошобинони азизи вилояти суғд, телевизиони вилояти суғд таманно дорам ки ҳамеша сарбаланд ва некном бошанд ва мисли унвони барномаи мо ҳамеша дурахшон бошанд. من تمنا میکنم که شو آزمون تلویزیونی ولایت سوخت درخشان و همیشه درخشان باشد. راهی زندگی آینده تاجیکستان نورسان جوانان را درخشان سازد و هر یک جوانی که به همین برنامه به همین آزمون شرکت ورزید آینده وی به دلش یک مهر و محبت گرفت، فرزنداش تربیه میکند، میگوید که من به همین آزمون برآمده یعنی که همین وایو رسیدم، تو هم میتوانی که به همین آزمون در آینده اشتراک کنی. شاید های دیگر من تمنا میکنم که آن نفرایی که غالب آمدند همیشه غالبیت نصیبشان باشد. آن نفرایی که متاسفانه راه نیافتند باوری هم دارم که در آزمون های دیگر آنها غالب میبرایند. سلامت باشید معلم جان. خب اینجا کارگردان اشاره میکند که ثبت برنامه‌تون آغاز میشود و شما رو انتظارم. سلامت باشید. آها چند پس ثبت برنامه ما هم سر می شود. نه ما شما رو تنها نمیگذاریم. این لحظه برمیگردیم به اون جایی که آغاز کرده بودیم، یعنی مراسم جایزه سپاری شو آزمون تلویزیونی درخشان. دوستان عزیز، مراسم جایزه سپاری شو آزمون تلویزیونی درخشان ادامه دارد و اشتراکچیان پی هم هنر خود را نشان داده ایستادند و ما انتظار هستیم که غالبیت نصیب کی میگردد و شو جایزه نصیب کی میگردد. با ما باشید. ما بعضی‌ها را از تپیدن دل خود احساس میکنیم و خوب میدونیم که ارزشمندترین در حیات عمل این محبت است. همین محبتی که انگیزه درخشنده را در وجودمون زنده میکند. همین محبتی که این روز را برای ما آفرید و همه ما را سرجم کرد. همین محبتی که در قلبمون جوش میزند و ما را آرام نمیگذارد. و با همین مهر و محبت میخواهم تمام اشتراکچیان برنامه را که از ابتدا تا انتها در برنامه های ما اشتراک کردند، خود را سنجیدند و تا این دور رسیدند شاد باش و مبارک باد بگویم. خلاص مراسم جایزه سپاری هم برگزار گردید و غالبان معین گشتند. لحظه های حساس همه را یک سوال سرپیچی میکرد که شاه جایزه نصیب کی میشود. به این سوال اهل‌دین هم جواب دادن نمیتوانست، زیرا خودش هم آگاه نبود. خلاصه شاه جایزه هم صاحبش را پیدا کرد. نه حالا نمیگویم، در هفته برنامه کنسرتی خودتان میبینید.